دوستان سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. اگه در کانادا هستید با استاتوس ویزیتور یا استادی پرمیت یا ورک پرمیت و قصد دارید که در کانادا بمونید و به عنوان یک ویزیتور باقی بمونید یا اقامتتون رو تغییر بدین به فردی که ویزیتور داره و اصطلاحاً ویزیتور ریکورد دریافت بکنید، این اپلیکیشنی هستش که باید تکمیل بکنید. اپلیکیشن 5708 یا IMM 5708 که فرم مهاجرتی محسوب میشه. حالا این فرم رو من میخوام امروز بهتون یاد بدم که چطور تکمیل بکنید. پس این ویدیو رو با من ببینید. از اونجایی که این اپلیکیشنی هستش که در کانادا قرار هست ارسال بشه، شما قاعدتا اپلیکیشن قبلی داشتید و یک UCI نامبری دارید. این UCI در حقیقت یک کد اختصاصی برای هر فردی هستش که با اداره مهاجرت کانادا یک فایلی رو در زمانی میاد سابمیت میکنه و این UCI تا همیشه با شما خواهد بود. حتی اگر شهروند کانادا هم بشید، UCI شما به عنوان کسی که شهروند کانادا شده همچنان همون UCI هستش که فرضاً 10 سال پیش روی یک ویزیتور ویزا برای شما تعریف شده. پس از روی اپلیکیشن های قبلیتون UCI رو پیدا بکنید و توی این باکس شماره 1 بنویسید. سوال دیگه ازتون میپرسه که سرویسی که دولت قرار به شما بده میخواید به چه زبانی باشه. زبان انگلیسی رو من انتخاب کردم. شماره 3 ازتون میپرسه که چطور میخواین اپلیکیشنتون رو تمدید بکنید یا در حقیقت تحت چه عنوانی میخواید تمدید بکنید. آیا میخواید ریستور بکنید، آیا این ادمیسیبل هستین و میخوان TRP دریافت بکنید. چیزی که در مورد شما اپلای میشه گزینه اول هست. گزینه اول رو تیک میزنید. در بخش دوم پرسونال دیتیلز رو از شما میخواد. اینجا اطلاعات خودتون رو وارد میکنید. با نام خانوادگیتون شروع میکنید و اسم خودتون. من فرضم اینه که فرزند دارم، این رو برای مادرم تکمیل میکنم. به عنوان ویزیتور اینجاست و میخواد به عنوان ویزیتور بیشتر باقی بمونه. در شماره 2 ازتون میپرسه که آیا اسم یا نام خانوادگی دیگری در گذشته داشتید یا خیر. اگر بله، چک باکس رو یس جواب میدید و اون رو میگید که قبلا همچین اسمی داشتم. اگر نه هم که این رو نو باقی میگذارید. تو سال 3 ازتون جنسیت رو میپرسه، تاریخ تولدتون رو، شهر محل تولدتون رو و همینطور کشور محل تولدتون رو. اینا رو پاسخ میدید. توی سوال شماره 6 ازتون میپرسه که ملیتتون رو انتخاب بکنید که از روی منوهای دراپ داونی که وجود داره انتخاب میکنید. گزینه شماره 7 یا سوال شماره 7 داره ازتون اطلاعات اقامتی شما در کشور فعلی محل سکونتتون که کانادا هست رو میپرسه. بای دیفالت این سوال در ستون Country of Residence کانادا انتخاب شده. شما نمیتونید این رو تغییر بدین. استاتوستون رو مشخص میکنید. آیا شما ویزیتور هستید، آیا شما ورکرین یا استودنت فرزند که میخواید حالا به ویزیتور در نهایت تغییر پیدا بکنه. از کی این استاتوس رو دارید. حالا فرض بکنید تو این مثالی که من دارم میذارم فرزند برای مادرم، ایشون ویزیتور هست. این فرام و تو میشه تاریخی که ایشون آخرین باری که ایشون وارد کانادا شده است رو وارد میکنن. فرزند 1 دسامبر 2022. تو رو میتونید خالی بذارید. میتونید به اندازه اون تایمی که ایشون مجاز هست بمونید که فرزند افراد ویزیتور 6 ماه مجاز هستند که بمونن. اگر شما استودنتید میخواین سویچ بکنید به ویزیتور یا ورکر میخواین سویچ بکنید به ویزیتور، اینجا رو میتونید خالی بذارید یا میتونید تا انتهای پرمیتتون بزنید. تو سال 8 ازتون میپرسه که آیا بجز کانادا و کشور محل، یعنی کشور نشنالیتی خودتون ایران، آیا در هیچ کشور دیگری بیشتر از 6 ماه به صورت متوالی ساکن بودین یا خیر. اگر بودید اینجا گزینه رو یس میزنید و اونجا میگید که چه کشوری، اقامتتون یا استاتوستون در اون کشور چی بوده و از کی تا کی، که من اینجا رو 9 انتخاب کردم. سوال 9 ازتون میپرسه وضعیت تعهدتون چیه. انتخاب میکنید. اگر شما فرضاً بگید من مرید هستم، تاریخ ازدواجتون رو اینجا ازتون میپرسه در گزینه بعدی. فرضاً من میزنم سال 2000 و اینجا ازتون اسم همسرتون رو میخواد و اینکه آیا همسرتون پرمننت رزیدنت یا سیتیزن امریکا هست، ببخشید کانادا، که فرضاً میزنیم نو یا یس، هر کدوم که پاسخ درست به این سوال هست.
ازتون میپرسه آیا قبلا سابقه ازدواج یا رابطه کامن لا با کسی دیگری داشتید، yes یا no. اگر بزنید yes اطلاعات اون فرد رو هم باید وارد بکنید. اگر no بوده که خب پاسخ no هست و دیگه این گزینه غیر فعال میشه. تو باکس languages از شما میپرسه که به چه زبانی صحبت میکنید در خونه یا زبان مادریتون که از این باکس اول انتخاب میکنید. در پرسش B از شما میپرسه که به چه زبانی قادر به صحبت کردن هستید در کانادا، انگلیسی، فرانسه، هر دو یا هیچ کدام. فرضاً من انتخاب کردم هیچ کدام، چون که مثال مادر من نمیتونه به هیچ کدوم صحبت بکنه و این هیچ مسئله‌ای نداره در انتخاب این گزینه. آیا تا بالا آزمون زبان شرکت کردی یا خیر؟ در پرسش D من زدم خیر. تو قسمت بعدی ازتون اطلاعات گذرنامه رو میخواد. شماره گذرنامه‌تون رو وارد میکنید، کشوری که گذرنامه رو صادر کرده که تو این کیس میشه ایران، و همینطور تاریخ صدور و تاریخ انقضای گذرنامه‌تون رو در باکس 3 و 4 وارد میکنید. شماره 5 و 6 خود به خود غیر فعال هست، شما نمیتونید این رو تکمیل بکنید چون شهروند ایران هستید و اساساً اون خود به خود غیر فعال میشه. تو قسمت National Identity Document شماره کارت ملیتون رو وارد بکنید، بزنید yes چون که ماها کارت ملی یا شماره ملی داریم، و شماره کارت ملیتون رو در پاسخ به سوال 2 این قسمت وارد بکنید. کشور محل صدور رو ایران انتخاب بکنید از سوی دراپ داون منیو، و سوال 4 و 5 که تاریخ شروع یا تاریخ اعتبار کارت ملیتون هست رو خالی بگذارید، نیازی نیست که این سوال رو تکمیل بکنید. تو قسمت بعدی ازتون میپرسه که آیا شما گرین کارت امریکا دارید یا خیر. شما yes یا no انتخاب میکنید بر اساس شرایط خودتون و بعد وارد قسمت کانتکت اینفورمیشن میشید. تو قسمت کانتکت ازتون با میلینگ آدرس پستی فعلیتون شروع میشه. آدرس پستیتون رو مینویسید، شامل حالا شماره یونیت، اسم خیابون، شماره خیابون، شهر، کشور، ایالت و کد پستی. بعد از اون در شماره 2 ازتون میپرسه که آیا این آدرس پستی شما همون آدرس محل سکونت شماست یا آدرس محل سکونتتون یکسان است یا خیر، که این رو اگر بزنید نو ازتون میخواد که آدرس پس محل سکونتتون رو هم وارد بکنید. اگر yes هست که خب دیگه استفاده نمیشه و همون آدرس وجود خواهد داشت. شماره 3 ازتون تلفنتون رو میخواد. یه شماره تلفن اگر در شماره کانادا هست، کانادا رو تیک میزنید، انتخاب میکنید. نوعش رو موبایل هست، بیزنس هست یا هوم هست انتخاب میکنید. اگر تلفن دومی دارید در باکس شماره 4 وارد میکنید. اگر فکس دارید در باکس شماره 5. ولی حتما آدرس ایمیلتون رو در سوال شماره 6 وارد بکنید چون کامیونیکیشن ها با این آدرس انجام خواهد شد. تو قسمت بعدی کامینگ اینتو کانادا از شما میپرسه که یعنی میخواد بدونه که خب تاریخچه ورودتون به کانادا به چه صورت بوده. تو سال اول ازتون میپرسه اولین باری که وارد کانادا شدین چه زمانی بوده. فرضاً اگر شما 7 سال پیش برای اولین بار وارد کانادا شدید، اون تاریخی که وارد شدین رو اینجا وارد میکنید و مبدأ ورودیتون رو. توی این سوال که مبدأ ورودیتون کجاست، توجه بکنید که اون پورت آف اینتری که در حقیقت گذرنامه شما رو چک کرده و مهر زده میشه مبدأ ورودی شما. فرضاً اگر شما میخواستی بیای پیش پسر در شهر اتاوا ولی در تورنتو ورود کردی و اونجا گذرنامه‌تون مهر خورده در فرضاً شهر تورنتو، شما باید تورنتو رو انتخاب کنید. اگه مونترال رفتی مونترال رو انتخاب بکنی و این میشه در حقیقت اون پلیس. سوال 2 ازتون میپرسه که اون دلیل سفر اصلی شما چی بود؟ اون موقعی که اومدی دلیل سفر اصلیتون چی بود؟ فرضاً فامیلی ویزیت بود، برای تحصیل اومده بودی، برای کار اومده بودی، که حالا تو این کیس طرف ویزیتور بوده، ما فامیلی ویزیت انتخاب کردیم. سوال 3 ازتون میپرسه که آخرین باری که وارد کانادا شدی کی بوده. پس یکیش اینه که اولین بار کی وارد کانادا شدی و کجا و دلیلش چی بوده، و سوال 3 که در حقیقت مربوط به اپلیکیشن حالتون هست میگه آخرین بار کی وارد کانادا شدی، که اینجا ما انتخاب میکنیم فرد ویزیتور بوده، تاریخی که وارد شده رو نوشتیم، از کدوم پورت آف اینتری
پورت آف انتری رو نوشتیم و اینکه حالا داکیومنت نامبرتون رو وارد بکنید اینجا. حالا این داکیومنت نامبر اگر شما استادی پرمیت یا ورک پرمیت دارید یا حتی ویزیتور رکورد، یه داکیومنت تک صفحه‌ای هستش که دولت صادر میکنه. در بالای اون داکیومنت یک داکیومنت نامبر هست سمت راستش که لزوما یعنی یکسان نیست با اپلیکیشن نامبرتون. اون میشه داکیومنت نامبر حالا استادی پرمیت یا ورک پرمیت رو خود تی آر وی یا اون لیبل ویزایی که رو گذرنامه‌تون هست، چون معمولا افراد ویزیتور دیگه اون نامه رو ندارن، اونها فقط یه لیبلی رو گذرنامه‌شون چسبیده میشه. رو خود اون گذرنامه هم یه شماره‌ای به صورت عمودی نوشته شده که میتونید از اون هم به عنوان داکیومنت نامبر استفاده بکنید. میتوانید هم اپلیکیشن نامبر رو بنویسید، هیچ کدومش فرقی نمیکنه. ولی اگه استادی پرمیت، ورک پرمیت یا ویزیتور رکورد داشتین، اون داکیومنت نامبری که روی اون پرمیت شما نوشته شده رو وارد بکنید. تو قسمت بعدی ازتون میپرسه که خب حالا برای چی میخوای بمونی در کانادا؟ شما میگید که من دلیلم اینه که فامیلی ویزیته، دلیلم توریسمه، میخوام دانشجو هم دارم برمیگردم و نیاز به تی آر وی دارم. این گزینه رو انتخاب میکنید. چه مدت قصد موندن در کانادا دارید؟ یعنی قرار هست که درخواست تمدید بدید. من زدم مثلا از 1 می 2023 تا 1 می 2024. معمولا اینطوریه که تو اکستنشن ها بیشتر از 6 ماه اکستند نمی کنن، ولی توی حالتی که فرد مثل الان ما داریم در مورد پابلیک پالیسی صحبت میکنیم، شما میتونید 1 سال رو انتخاب بکنید، حتی بیشتر، تا 2 سال هم این امکان میتونه وجود داشته باشه. تو گزینه 3 ازتون میپرسه available فاندتون چقدر هست. حالا به عنوان مثال پولی که در دسترستونه. در پرسش B ازتون میپرسه چه کسی هزینه های شما رو میده. من فرضاً خودم انتخاب کردم، یا میتونید بزنید others و بنویسید که مثلا فرزندانم هزینه های من رو میدن. در پرسش 4 ازتون میپرسه خب اون فردی که شما قرار هست در کانادا ببینیش یا اون سازمانی که قراره در کانادا ببینی یا باشون ملاقاتی داشته باشی اطلاعاتشون رو بنویس. ریلیشنشیپ خودتون رو با اون فرد انتخاب بکنید که ما مثلا اسم میزبان، رابطه‌ام با اون مثلا ایشون پسر من است و آدرسش در کانادا رو وارد میکنیم. تو قسمت ایژوکیشن ازتون میپرسه که آیا تحصیلات آکادمیک بالاتر از دیپلم دبیرستان دارید یا خیر. اگر دارید یس رو میزنید و میگید که اطلاعات آخرین تحصیل. پس فرضاً اگر شما مسترز دارید و خب من مسترز دارم، بچلرم دارم، کدومو وارد بکنم؟ اینجا اطلاعات مسترزتون رو وارد میکنید. بالاترین سطح تحصیلات رو، تاریخ شروع، سال ماه، تاریخ اتمام سال ماه، چه فیلدی درس خوندین، در چه دانشگاهی، چه شهری و چه کشوری. در غیر این صورت اگه تحصیلات عالیه ندارید این رو نو میزنید و این سوال غیر فعال میشه. پرسش بعدی مربوط به امپلویمنت هست. تو امپلویمنت ازتون هیستوری 10 سال سابقه کار شما رو میخواد. فرضاً شما میتونید مثلا مادر من خانه‌دار بوده، من نوشتم از سال 2000 ایشون هاوس وایف بوده است. قسمت مربوط به اسم کمپانی، شهر و کشور رو میتونید خالی بگذارید. حالا تو قسمت کانتری چون دراپ داون هست باید یکی رو انتخاب بکنید، ولی میتونید اسم کمپانی رو not applicable بگذارید یا NA بنویسید. اگر هم در جای کار کردن، خب تاریخ شروع، اتمام، دقیقاً تایتلشون چی بوده و در چه شرکت و در چه شهر و کشوری. بعد از اینکه امپلویمنت تموم میشه ما به سوالای قسمت بک‌گراند میرسیم. توی قسمت بک‌گراند احتمالاً تو اپلیکیشن‌های قبلی هم اینها رو دیدید. ازتون میخواد بپرسه که ببینه آیا شما ادمیسیبل هستید به کانادا یا نه، آیا بیماری دارید، آیا سابقه جنایی، کریمینالیتی، سکیوریتی و امثال این چیزها رو داشته اید یا خیر. هر کدوم از اینها پاسختون اگر یس نو هست سوال رو میخونید بهش پاسخ میدید بر اساس اینکه حالا اگر مریضی داشتید، بیماری در حقیقت ذهنی داشتید، معلولیتی داشتید، آیا تا به حال مثلا شده که بدون مجوز کار بکنی یا بدون مجوز در کانادا درس بخونی، آیا ویزایی تا به حال رد شده داشتی چه از کانادا چه از هر جای دیگه. اینها رو بر اساس شرایط خودتون یس یا نو انتخاب میکنید. ولی نکته‌ای که باید تو ذهنتون باشه، پرسش سی در سوال شماره 2 حتما باید پاسخش یس باشه. در ازتون میپرسه که آیا تا به حال درخواست ورود به کانادا دادی یا درخواست ماندن در کانادا داده اید. چون این اپلیکیشن تمدید هست،
یعنی من خب قبلا اپلیکیشنی داشتم که منجر شده به کانادا رسیدنم و الان میخوام تمدیدش بکنم، پس حتما این سوال رو باید یس بزنید و یه توضیح مختصری بدید که فرضاً من در فلان سال اپلای کردم برای ویزای توریستی، اپلیکیشنم اپروو شد و در این مدت هم مثلا 2 دفعه وارد کانادا شدم. این توضیح مختصر برای این سوال کفایت میکنه. و پرسش های دیگه که بیشتر به سوابق جنایی برمیگردن، آیا مثلا محکوم شدید یا نه، اینا رو بر اساس شرایط خودتون یس و نو میزنید و اگر یس بزنید ممکن ازتون باکسی باز بشه و توضیحات بیشتری رو بخواد که باید اینجا توضیحات تکمیلی بدید. وقتی این سوالات بک‌گراند تموم میشه، شما فقط باید این فرم رو تاریخ بزنید که تاریخ روز خواهد بود، اینجا تاریخ رو وارد میکنید و در قسمت دیگه فقط اسم متقاضی رو مینویسید. نیازی به امضا کردن این فرم نداره، در حقیقت تایپ کردن اسمتون به عنوان امضا سرو میکنه. حالا وقتی که این رو درست تکمیل کرده باشید، میایید پایینتر، گزینه ولیدیت وجود داره. وقتی ولیدیت رو بزنید بهتون میگه خب این اپلیکیشن موفقیت آمیز تکمیل شد. اگر درست تکمیل نشده باشه یا بندی بوده باشه که جا افتاده، اون موقع شما بهتون دقیقا میگه چه سوالی چه پرسشی رو شما اشتباه کردین و میرید اون رو اصلاح میکنید و مجددا ولیدیت رو که بزنید بهتون این پیغام رو میده. حتما باید بعد از ولیدیت این بارکد ها صادر بشه. وقتی که این بارکد صادر شد، شما میتونید این فایل رو سیو بکنید و وقتی که وارد پروفایل آنلاینتون میشید در سایت دولت کانادا، این فایل رو در قسمت مربوطه آپلودش میکنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.